مرحبا بینندگان گرامی و مخلصان فوتبال. تا آغاز بازی‌های نهایی جام جهان 2026 همگی 34 روز دیگر باقی موند. چون همیشگی از نویگری‌ها و رویدادهای نوین جام جهان به شما می‌گوییم. یک خبر خوش برای مخلصان دسته بارسلونا و منتخب اسپانیا. لامین یامال پس از جراحت هفته گذشته و تمرین‌ها برگشت. در این باره خبرنگار و شخصی آگاه فابریسیو رومانو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گفته منبع این بازیگر 18 ساله مرحله اولی برقرارشوی خود را در تالار ورزشی انجام داده است و حالا در میدان به طور انفرادی مشق می‌کند. یامال 29 اپریل بنابر کنده شدن قسم مچک‌های ران چپش از بازی خارج شده بود. انتظار می‌رود که لامین در جام جهانی سال 2026 برقرار شود. قید کرده می‌شود که نبودن یامال از 6 تا 7 هفته دوام می‌کند. در این زمان اشتراک بازیکن 18 ساله در بازی اول گروهی جام جهان با کابوورده 15 میلیون به میدان نخواهد آمد. از طرف دیگر این بازیگر شاید در آخری با عربستان سعودی 21 میلیون وارد رقابت شود. دروازه‌بان دسته ایک کیپر گیلرمو اوچوا در جام جهانی سال 2026 با دسته ملی مکزیک اشتراک خواهد کرد. این در کرسی احتیاطی گذرانیده به میدان نآمد. این دروازه‌بان در حیث دسته تیم ملی‌اش 152 بازی گذرانیده از دروازه‌اش 154 توپ گرفته است. قبلا هیچ یک بازیگر در 6 جام جهانی اشتراک نکرده است. کریستیانو رونالدو پرتغالی و لیونل مسی ارجنتینایی نیز 5 مرتبه در جام جهان اشتراک کردند و آنها نیز می‌توانند در جام ششمی جهانی شرکت کنند. روزنامه ز گلوب انمایل خبر داد که حکومت فدرالی کانادا برای امنیت در دوره جام جهانی فوتبال تا 145 میلیون دلار کانادایی که با 106 میلیون دلار آمریکایی برابر است جدا می‌کند تا به شهرهای میزبان وانکوور و تورنتو رفتن کارمندان امنیت کمک نماید. امنیت یکی از بزرگترین اخراجات برای چهاربینی‌های سرپرستی فدراسیون فوتبال جهانی شده است که بار اول در ماه یون در کانادا در برابر شهرهای میزبان در ایالات متحده و مکزیک برگزار بشوند. ESPN با استناد به خبرگزاری ایرانی تصمیم خبر داد که هیئت ایران را به کنگرس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که در وانکوور کانادا هفته گذشته برگزار گردید راه ندادند. در این باره وزیر کارهای خارجه کانادا انیتا آناند گفت این معلومات شخصی من نیست، اما تا جایی که من میفهمم اجازتنامه بیکار کرده شد. این تصادفاً بود، اما من این را به وزیر واگذار میکنم که به آن جواب گوید. طبق گزارش رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج و کاتب گنرالی هدایت مومبینی برای اشتراک در کنگرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا به کانادا آمده بودند. نمایندگان فدراسیون در فرودگاه تورنتو با رفتار غیر کسبی مقامات مهاجرت دچار شدند. این مقامات ورود هیئت ایران را منع کرد و خبر داد که روادید آنها بیکار شدند. احتمال ردیه از رابطه یکی از مقامات با سپاه پاسبانان انقلاب اسلامی که در کانادا سازمان تروریستی سابیده می شود ربط داشته باشد. آمده است که ما نمیتوانیم درباره پرونده‌های انفرادی بنابر قانون‌های مخفیت شرح پیشنهاد کنیم. حکومت واضح و پیوسته اصرار داشت که مقامداران سپاه پاسبانان انقلاب اسلامی به کانادا اجازه ورود ندارند. شرح می‌دهد ریا نوستی از آژانسی کانادا. جانی اینفانتینو پرزیدنت فدراسیون فوتبال جهانی در کنگرس این سازمان درباره اشتراک دسته ملی ایران در جام جهانی سال 2026 که در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود سخنرانی کرد. ایران در جام جهانی سال 2026 اشتراک می‌کند و بازی‌های خود را در آمریکا برگزار می‌نماید. سبب خیلی ساده است. ما باید متحد شویم و با آدمان رابطه برقرار کنیم. فدراسیون فوتبال جهانی جهان را متحد می‌کند. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که مناسبت مثبت را نگاه می‌داریم، گفت او. در مرحله گروهی جام جهان دسته ملی ایران 2 بازیش را در لس آنجلس و 1 بازی دیگرش را در سیاتل انجام می‌دهد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اصرار داشت که با اشتراک دسته ملی ایران در جام جهانی 2026 که 11 یون آغاز می‌شود
اعتراض نخواهد کرد. خبرنگار کاخ سفید از ترامپ خواست که درباره اظهارات پرزیدنت فدراسیون فوتبال عمومی جهانی جانی اینفانتینو درباره آنکه دسته ملی ایران در جام جهانی شرکت خواهد کرد شرح داد. پرزیدنت آمریکا در پاسخ گفت اگر جانی چنین گوید پس من ضد نیستم. حملگر دسته کراسنودار و کولومبیا جان کاردوبا درباره رقیبان دسته ملی کشورش در مرحله گروهی جام جهانی سال 2026 صحبت کرد. در گروه که کولومبیا با کنگوی دموکراتی، پرتغالیا و ازبکستان رقابت خواهد کرد. ما باید به بازی خود دقت مخصوص دهیم. رقیب ما را نادیده نگیریم. همه دسته‌ها قوه خود را دارند. ما می‌خواهیم به هدف‌های بلندترین خود برسیم. ما از بازی به بازی دیگر خود را تکمیل می‌دهیم. تنها برای پیروزی وارد رقابت می‌شویم. تمام. تنها برای پیروزی وارد رقابت می‌شویم. ما کوشش می‌کنیم که تا به فینال رسیم. با سوال میخواهید با کریستیانو رونالدو لباس عوض کنید؟ او گفت این بار اول نیست که من با او روبرو میشوم. این قبلا در اسپانیول و گرانادا رخ داده بود. ما باید با خودمون دقت دهیم و درباره آنکه کریستیانو در میدان ناسیونی خواطر نشویم. تمام جهان دسته ملی ازبکستان را نادیده میگیرد. ما باید از آنها هم بیشتر آماده باشیم. ما باید بر ضد آنها مثل آنکه با پرتغالیا بازی میکنیم همانطور هنرنمایی بنماییم. меҳмонхонаҳои амрико аз талаботи мухлисон ба меҳмонхонаҳо дар давраи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 нигаронӣ мекунанд ва рӯҳ афтодаанд. дар ҳоле ки хароҷоти нақлиёт дар шаҳрҳои мизбон боло меравад, меҳмонхонаҳо то ҳол банд нестанд. дар натиҷа аксари меҳмонхонаҳо маҷбуранд ки нархҳоро коҳиш диҳанд, агарчи фоидаи иқтисодӣ ба даст наоранд ҳам. тибқи маълумоти нашршуда аз ҷониби ассотсиатсияи меҳмонхонаҳо ва манзилҳои амрико ки беш аз 30 000 муассисаро дар амрико намояндагӣ мекунад, бисёре аз ҳотелҳо дар 11 шаҳрҳои мизбон ҷойгиршуда аз талаботи ғайриқаноатбахши мухлисон ба ҳотелҳо гузориш медиҳанд. 80% онҳо дархостҳоро пасттар аз пешгоҳиҳои аввалия медонанд. агар фармоишҳо аз сатҳи пешбинишуда камтар боқӣ монанд, шаҳрҳои мизбон метавонанд даромади андозеро ки федератсияи футболи умумии ҷаҳонӣ ва дигар ташкилотҳо ваъда доданд бигиранд. федератсияи байналмилалии ассотсиатсияи футбол муҷозоти ними ҳимоятгари португалии Бенфика Ҷанлука Престианиро ба ҳамаи мусобиқаҳо таҳти сарпарастии ин созмон тамдид кард. рӯзноманигор Роб Ҳаррис дар ин бора дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X хабар дод, ки Престиани қаблан аз ҷониби Иттиҳоди футболи Аврупо барои таҳқири гомофобӣ дар бозии аввали плей-оффи Лигаи Чемпионҳо нисбати ҳамлагари Реал Мадрид Винисиус Жуниор равона карда буд. барои 6 бозӣ муҷозоти муваққатӣ ҳам гардид. аз ин рӯ Престиани метавонад дар сурати даъват шудан ба дастаи миллии Аргентина дар 2 бозии аввали ҷоми ҷаҳон иштирок накунад. шиносоиро бо варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳон идома медиҳем. имрӯз ба шумо дар бораи Hard Rock Stadium нақл мекунем. Hard Rock Stadium яке аз машҳуртарин варзишгоҳи Иёлоти Муттаҳида ба ҳисоб меравад. ин иншооти азим дар шаҳри Майами Гарденси Флорида ҷойгир буда, солҳост ки мизбони бузургтарин чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ мегардад. варзишгоҳ соли 1987 сохта шуда чанд маротиба таҷдиду навсозӣ гардид. имрӯз Hard Rock Stadium беш аз 65 000 тамошобинро қабул карда метавонад. майдони хонагии дастаи Майами Dolphins аз Лигаи миллии футболи Амрико ба шумор меравад. ҳамчунин мусобиқаҳои бузурги теннис ва футбол низ дар ин ҷо баргузор мешаванд. дар солҳои охир ин варзишгоҳ барои мухлисони футбол низ хеле шинос гардид. дар ин ҷо бозиҳои сершумори байналмилалӣ аз ҷумла рақобатҳои Копа Америка ва бозиҳои клубҳои машҳури ҷаҳон баргузор шуданд. фазои гарм, иқлими офтобии Флорида ва дастгирии пуршори мухлисон ҳар бозиро ҷолибтар месозад. Hard Rock Stadium бо технологияи замонавӣ муҷаҳҳаз аст. боми махсуси он қисми зиёди ҷойгоҳҳоро аз гармии офтоб муҳофизат мекунад. экранҳои бузург, равшании муосир ва шароити бароҳати мухлисон ин варзишгоҳро ба яке аз беҳтарин майдонҳои Амрико табдил доданд.
این انشاءات یکی از ورزشگاه‌های اساسی جام جهانی سال 2026 میباشد. در نظر است که چند بازی مهم مسابقات محض در همین میدان برگزار شود. برای همین توجه جهانی فوتبال با هارد راک استادیوم روز تا روز بیشتر می‌گردد. غیر از ورزش در اینجا کنسرت‌های ستاره‌های معروف جهان نیز برگزار شده است و می‌شود. از همین سبب هارد راک استادیوم امروز تنها یک ورزشگاه نیست، بلکه یکی از مرکزهای مهم ورزش و فراغتی و فرهنگی آمریکا به حساب می‌رود. College football championships, Formula One Miami Grand Prix events. For the World Cup, the stadium will be fully adapted to meet FIFA's international football standards. دوستان گرامی، در برنامه امروزه ما با شما درباره دسته منتخب مصر سخن میگوییم که در گروه جی با بلژیم، ایران و زلاند نو جایگیر شده است. تیم ملی مصر یکی از پر اقتدارترین دسته‌های قاره آفریقا بوده تاریخ بسیار بوی دارد. فرعونها 7 مرتبه چمپیون قطعه آفریقا شدند و تا امروز رکوردسمن این مسابقه به شمار می‌روند. اما شهرت منتخب مصر نه تنها با دستاوردها بلکه با فوتبالبازان مشهور آن نیز وابسته است. اولین نامی که امروز تمام جهان می‌شناسد محمد صلاح میباشد. ستاره کلوب لیورپول سالهای اخیر به رمز فوتبال مصر تبدیل یافت. سرعت بلند، تکنیک اعلی و گل‌های زیبای او به مخلصان پسند است و در تمام جهان او را احترام می‌گذارند. صلاح چندین بار بهترین فوتبالباز آفریقا اعتراف گردید. با لیورپول قهرمان انگلیا و لیگ چمپیون‌های اروپا شده است. برای مخلصان مصری او قهرمان ملی به شمار می‌رود. پیش از صلاح یکی از محبوب‌ترین بازیگران کشور مصر محمد ابوتریقه بود که او را بسیاری‌ها همچون بهترین فوتبالباز تاریخی مصر می‌نامند. ابوتریقه سالهای زیاد در کلوب الاهلی و منتخب بازی کرده با تکنیک و بازی سازنده‌اش مشهور گردید. او در غلبه در جام انقطاع در هیئت منتخب مصر نقش بزرگ داشت. دروازه‌بان افسانوی اسام الخدوری نیز یکی از چهره‌های معروف فوتبال مصر است. او چندین سال کاپیتان دسته بود و با رفلکس‌های عجیبش شهرت پیدا کرد. الحدری در 45 سالگی در جام جهانی سال 2018 بازی کرده با کهن‌سال‌ترین فوتبالباز در تاریخ جام جهان تبدیل یافت. باز یک ستاره مشهور احمد حسن میباشد. او رکورددار شماره از همه زیادی اشتراک در بازی‌های دسته منتخب به حساب می‌رود و در جام ملت‌های آفریقا او چند جایزه به دست آورده است. تجربه و راهبری او برای دسته خیلی مهم بود. امروز در برابر محمد صلاح نسل نوی بازیگران پیدا شده ایستادند و فوتبالبازان چون عمر مرموش و مصطفی محمد کوشش دارند که راه ستاره‌های پیشینه مصر را ادامه دهند. منتخب مصر امروز هم یکی از دسته‌های پرنفوذ آفریقا میباشد و مخلصان امید دارند که فرعونها باز در صحنه جهانی درخش خواهند کرد. منتخب مصر 3 مرتبه به مرحله نهایی جام جهان راه یافته است. سالهای 1934، 90 و 2018. دوستان گرامی، برنامه نوبتی جام جهان 2026 مرحبا را با جمع همکارانم در همین جا به انجام میرسونم. از برنامه خفا نمانید و از خبرهای جالب و شوق‌آور جام جهانی سال 2026 بهره ور گردید. خیر تا بازدید تا برنامه آینده ما.